نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از این برنامه زنده و خاص و ویژه برای شما عزیزان که می توانید در این برنامه زنگ بزنید و صحبتاتون، دلگفتهاتون و اگر سوالاتی، شبهاتی دارید در مورد موضوعات مختلف میتونید در این برنامه مطرح بکنید. اولین تماس رو میگیریم برادر تاجیک. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، بفرمایید. صدام هست؟ بله، صدای شما هست. یک کمی تلفن رو دورتر بگیرید. بفرمایید. استاد گرامی، بسیار خوشحال شدم که با شما در تماس شدیم. سلامت باشید. شما رو پیگیری میکنیم، زنده و سربلند باشین. الله متعال شما. ان شاء الله که برنامه‌های شما جوانای تاجیک و جوانای مسلمانان را دوری میتن، ان شاء الله امید دارم. ما سوالی من بود که موضوع مشخص است یا سوال داده میتونم؟ هر سوالی که باشه میتونید مطرح بکنید، موضوع مشخص نیست. ما موضوعی را که شما گفتید فیلم جوانان تاجیک بسیار با دقت گوش کردیم. بسیار هم یک برنامه مهم، برنامه ضرور بود. باز هم خیلی یک موضوع مهم است. این موضوعی که از شما خبر دارید که بسیاری مردم تاجیک به روسیه میکوچند. بله. بسیار میکوچند، در همه جا آمده. هر سال 600,000 نفر از تاجیکستان شهروندی روسیه را میگیره از راه. درست. همین مردم آمده در همه جا با واسطه همون بانک ها با واسطه ریبا خانه میخرن، ماشین میخرن. بله. یک وبای شدگی که مردم خدا با همین وبا گرفتار کردگی. و بسیار میخواستیم که از همه خیلی رسانه‌ای مثل شما برای هم خیلی منبرای شما برای آدم ها مردم فهمانده دهی کنن که همین ریبا یه حرام کرده الله هست. مردم باید این فهمه. درست. چشم، در این مورد صحبت میکنیم. بازم سربلند باشین حضرت. الله شما رو باشد. من بسیار احساسی هستم. سلامت باشید. الله متعال حفظتان کنه برادر از زنده و سلامت باشید. مثلا همون در مسئله ریبا که در تاجیکستان گام میزنن، یک روایت هایی را دارن که همون روایت ها قطعی همون کاراشون حق میتراشن. من نمیدونم تو چی درجه را باید روایت های اونا روایت باشه، اونا را همراه حضرت یک باش. چشم، در این مورد صحبت میکنیم. زنده باشید حضرت، وقت شما را نمیگیرم. خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. سلام علیکم. برادران عزیز بزرگوار، ربا در تقریبا میتوانیم بگوییم در هیچ جرم و جنایت و گناهی در قرآن الله سبحانه و تعالی اینکه به این صراحت که کسی که سود میدهد و سود میگیرد که انه برای جنگ با الله سبحانه و تعالی بلند میشود. شما تصور بکنید یکی از شما مثلا تفنگش را، شمشیرش را، چاقویی رو از خانه بگیرد و بیرون برایت و علیاذ بالله به خداوند بگوید که بار الله بیا که من میخوام با تو بجنگم. وارد شدن در سود، در ربا، دقیقاً مثل همین است که انسان برای جنگ با الله سبحانه و تعالی خارج شود. مردم فکر میکنن که سود میگیریم، پول با سود، با ربا از بانک میگیریم، خانه میخریم، یک دوتا مولای مفتخور فتوا میدن، یک دو شخص جاهل در این مورد فتوا میدن، بعد مردم فکر میکنن که ما میریم این کار را میکنیم، به این وسیله سود میکنیم، به این وسیله
چیزی به دست می آوریم، بعد از 10 سال 15 سال صاحب خانه میشیم، صاحب ماشین میشیم، زندگی ما خوب می شود. در حالی که اینطوری نیست برادر عزیز. چون الله متعال وعده کرده است که کسی که سود میگیرد، سود میدهد، اینها رو نابود میکند. اینا در ذلت و بدبختی زندگی میکنند. شما امروز وضع اقتصاد دنیا رو ببینید. در 95 یک مشکلات اقتصادی آمد، در 2000 یک مشکلات اقتصادی آمد، در 2008 یک مشکلات اقتصادی آمد، در 2011 مشکلات اقتصادی آمد، در 2019 مشکلات اقتصادی آمد. الان در 2023 هستیم، باز همه دنیا تقریبا در مشکلات اقتصادی هستند. آیا میدانید سبب این مشکلات اقتصادی که از زمانی که بانک‌های ربوی از حدود 1 قرن به این طرف در دنیا مطرح شدن و کار کردن و مردم رو به این گناه آغشته کردن، این مشکلات اقتصادی دنیا تمام نمی شود. هر مشکل اقتصادی هم که می آید مثلا 1 سال 2 سال 3 سال دوام می کند، باز به شکل کاذب یک کمی اوضاع خوب بشود، باز دوباره برمیگردد. میدونید بر هر مشکلات که می آیند در دنیا هزاران نفر، شاید صدها هزار نفر، شاید میلیون ها نفر انسان در بدر خاک بسر میشن. بانک ها، شرکت های بزرگ اعلان افلاس میکنن، نابود میشوند. سبب چی است؟ سبب وارد شدن در این گناه بزرگ است که الله سبحانه و تعالی وعده کرده است که کسی که وارد این گناه بزرگ می شود، الله سبحانه و تعالی او را در بدر می کند، او را به مصیبت ها گرفتار می کند و الله سبحانه و تعالی زندگی او را خوب نمی کند. اما مردم متاسفانه از این وضعیت درس عبرت نمی گیرند. حالا من برای شما این آیات را می خوانم. در سوره بقره الله سبحانه و تعالی می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان تقوای الهی پیشه کنید، و ذروا ما بقی من الربا، و بگذارید، ترک نمایید آنچه باقی مانده است از ربا، یا رها کنید. این کنتم مؤمنین، اگر که مؤمن هستید. یعنی اگر شما واقعا به الله و رسول ایمان دارید، سود و ربا را رها کنید. فإن لم تفعلوا، اگر این کار را نکنید. آیه 278 و 279. فإن لم تفعلوا، اگر این کار را نکنید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، پس آماده باشید که الله و رسولش با شما جنگ خواهند کرد. الله اکبر. الله و رسول به جنگ شما بیاید، شما می توانید 1 ثانیه طاقت کنید، 1/1000 ثانیه طاقت بکنید. پروردگاری که میگه کن فیکون، بشو می شود. الله میگه که من به جنگ کسی میایم که سود میگیرد، سود میدهد. و این تبتم، اگر که توبه کردید، فلکم رؤوس اموالکم، رأس المال شما، سرمایه‌تان، مال خودتان، لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم بکنید نه سر شما ظلم می شود. در آیه دیگر و این کان ذو عسرة، اگر که انسان تنگ دست است، قرضدار است، بدهکار است، فنظرة الی میسرة، پس مهلت بدهید. چه قرض دادید، چه قرض گرفتید، هر دو طرف باید، کسی که قرض گرفته سعی کنه قرضش رو ادا بکنه، کسی که قرض داده باید صبر بکنه، مهلت بده تا طرف بتونه قرضش رو ادا بکنه. و ان تصدقوا خیر لکم، و اگر که توانایی پرداخت رو نداره کسی توانایی پرداخت رو، طرف ببخشه، صدقه براش حساب بکنه، اجر و پاداش بزرگ میگیره. خیر لکم این کنتم تعلمون، این برای شما بهتر است که اگر که دانید.
که چه اجر و پاداش بزرگی در اونجاست. ادامه آیه میفرماید که واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. الله اکبر. این آیه اگر بر کوه ها نازل بشه، باور کنید از عزت و جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی کوه ها ریزه ریزه میشه، گرد و خاک میشه. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. بترسید از آن روزی که به سوی الله برمیگردید. همه ما به سوی الله برمیگردیم. همه ما در پیشگاه الله سبحانه و تعالی حاضر میشیم. در اونجا جواب الله سبحانه و تعالی رو چه باید بدیم؟ چی بگیم به ذات اقدس الهی؟ چی بگیم به پادشاه زمین و آسمان ها؟ واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. بترسید از اون روزی که به پیشگاه الله برمیگردید. ثم توفی کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. پس هر کس پاداش هر آن چیزی رو که انجام داده بود در نزد الله سبحانه و تعالی میگیرد و به هیچ کس الله سبحانه و تعالی ستم نمی کند. در اینجا در آیه 200 الله سبحانه و تعالی میفرماید که یمحق الله الربا. الله سبحانه و تعالی میفرماید که الله سبحانه و تعالی ربا را چیکار میکند؟ این سودی که مردم فکر میکنن که فایده کردن، خداوند نابود میکند. یمحق الله الربا. الله سبحانه و تعالی سود را نابود میکند. و یربی الصدقات. و بزرگ میکند، افزایش میدهد صدقه را، زکات، صدقه، خیرات، اعمال شایسته را. والله لا يحب كل کفار اثیم. و الله سبحانه و تعالی انسانهای ناسپاس و گناهکار را دوست ندارد. پس الله متعال وعده می کند که سود نابود شدنی است، سود از بین رفتنی است. به خاطر همین شما دیدید کسی که سود گرفته باشد و تا آخر عمر به مال و منالی رسیده باشد، همیشه بدبختی، همیشه استرس، همیشه رنج، مشکلات، خواری، ذلت، خسارت دنیا و الاخره که میگن، همین انسان ها هستن. و همچنین الله سبحانه و تعالی وعده میکند که از بین میبرد نقص در مال و در جان. شاید که طرف پول زیادی کسب کرد، لکن الله سبحانه و تعالی چنان عذابی بر او نازل میکند که عزیزترین انسانهایش را از پیش او میگیرد، که لذت این مال و منال را اصلا حس نمی کند در زندگی خود. همچنین چه یک بدنامی در بین مردم هست. باور کنید در بین کافر و مسلمان کسایی که این کارا رو میکنن از بدی یاد می شود. پس سود گرفتن، سود دادن، الله متعال مورد لعن قرار داده. در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که میدهد سود، کسی که سود میگیرد، کسی که مینویسد و کسی که شاهدی میدهد، همه اینها ملعون هستند، یعنی مورد لعن الله سبحانه و تعالی قرار گرفتند. آیا بعد از این همه وعده‌های سخت الله سبحانه و تعالی بازم کسی حاضر میشه که بره سود بگیره و با پول سود برای خودش خانه بخره؟ در آن خانه‌ای که شما با پول سود میخرید، نمازی که در اونجا میخوانید قبول نمیشود، صدقه‌ای که در اونجا میدید قبول نمیشود، عبادت‌هایی که در اونجا میکنید قبول نمیشود، حجی که میروید قبول نمیشود، روزه‌ای که در اونجا میگیرید قبول نمیشود. یعنی یک مصیبت بزرگی متاسفانه امروز افتاده که به چاره دیگری نداریم، باید خانه بگیریم. چرا چاره دیگری نداریم؟ باور کن که الله متعال میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که از الله پروا کند، ترس کند، تقوای الهی پیشه کند، اول چه کارش میکند؟ اول الله سبحانه و تعالی برای او راه را باز میکند. طرف سود نمیگیره، سود نمیده، زندگیش خیلی بهتر از اون کسی است که خانه به سود گرفته اگر تقوای الهی پیشه کند. و یجعل له مخرجا، راه را برایش باز میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی به او روزی میدهد که
اصلا فکرش هم نمی کند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که بر الله توکل بکنه، توکل به سود بانک نکنید که والا به پول سود بانکی خانه خریدم، زندگی زن و فرزندم را خلاص خوب میکنم. انسان توکلش به سود نباید باشه که جنگ با الله و رسول است. توکل ما باید به کی باشه؟ به الله عزیز و مقتدر. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که بر الله توکل بکند الله او را کافی است. پس برادران و خواهران عزیز و گرامی، خواستن خواهران گرامی ما، من کسانی را میشناسم که انسانهای خوبی هستن، دیندار هستن، میفهمن همسرشان مجبورشان کرده برو خانه به سود بگیر. کسی رو میشناسم که مجبور کرده خانمش که شوهرشو که بره خانه به سود بگیره، حالا که فهمیده به سر خودش میزنه چیکار بکنیم؟ از زیر قرض سود بانکی خارج نمیشید. همینطور دیگه تا آخر مردن این سلسله دوام خواهد داشت. و یک ماه تأخیر کردی، 2 ماه تأخیر کردی، سود اضافه ای که بالای او میآید، در آخر اگر چند ماه ندادی میان همه دار و ندار تو بانک به حراج میگذاره و ازت میگیره. پس از جنگ با الله و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم دوری بکنید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی مایک شما خاموش است، مایکتون رو روشن کنید. بله. سلام علیکم و رحمت الله استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستید ان شاء الله استاد؟ سلامتید؟ زنده باشید. تندرست باشید. جناب استاد، من یک پرسشی داشتم، حالا به مناسبت همین ایام که حالا تصوف و حالا غیر صوفی ها هستن، البته دست به یه کارهایی میزنن به نام احتفال برای مولد نبی. خب یک سوال در مورد این قضیه داشتم. عرض به خدمت شما که ببینید، همونطور که حالا طبق عقیده ما سلفی ها هست اینه که احتفال جایز نیست. خب اما یک مسئله این وسط مطرح هست. ببینید استاد، مگر اکرام نبی صلی الله علیه و سلم در هر حال جایز نیست؟ خب بله، واجب است. خب حالا اگر یک نفر بیاد بگه آقا من با این نیت که میخوام آقا پیامبر رو اکرام کنم، خب میام یک گرده حالا 5 نفر 6 نفر 10 نفر میگیرم بدون اینکه آقا چنم ساز و دهلی بیاد و اون اشعار شرکی بیاد داخل وسط، میام احادیثی در مورد فضل پیامبر میخونم، میام از سیره پیغمبر میگم، میام بالاخره به یک شیوهی این با مثلا بیان سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا مثلا تلاوت آیاتی در مورد مدح ایشون رو اکرام میکنم، تعظیم میکنم. آیا اگر این نیت باشه برپایی همچین مراسمی در روز 12 ربیع الاول جایز خواهد بود یا خیر؟ من از شما یک سوال بپرسم، با هم همینطور جواب بدیم این سوالا، خوبه؟ بله خواهش میکنم. همین مثلا شما میگید 4 نفری جمع بشن بدون اعمال بدعی و شرکی و فلان اینها این عمل رو انجام بدن، این عمل اسمش چی خواهد بود؟ عبادت؟ این عمل اسمش یک عمل مباح نمیشه گذاشت آیا؟ خب ببینید، عمل مباح که ما میگیم خب درجه داره، یا فرض است یا واجب است یا سنت است یا مستحب است یا نفل است، در علی کل حال یک عبادت است. این عمل رو به خاطر چی میخوایم انجام بدیم؟ به خاطر رضای الله و رسولش یا به خاطر ورزش، به خاطر خوشگذرانی، به خاطر این چیزا مثلا؟ نه، به خاطر الله و رسول طبعا. بله، الله حکم عباداتی که الله و رسول در اون خوشحال میشن این است که قرآن کریم خیلی صریح میفرماید که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو ای محمد به بندگان من که اگر شما من الله را دوست دارید، از محمد صلی الله علیه و سلم پیروی بکنید تا الله شما را دوست بدارد. پس عبادت رو ما به خاطر خوشنودی الله و رسول انجام میدیم. وقتی که به خاطر خوشنودی
الله و رسول یک عبادتی رو انجام میدیم، این عبادت باید 3 شرط داشته باشد: نیت باشد، اخلاص باشد، طبق فرموده الله و رسول باشد. آیا در بین عبادت‌های مشروعی که متفق علیه در بین مسلمان‌ها وجود دارد، آیا عبادتی رو پیدا می‌کنید که مشروعیتش از نزد الله و رسول ثابت نشده باشد؟ خیر، همه عبادات باید اصل در عبادات توقیفی بودن قطعا. بله، پس حکم عبادات توقیفی است و کسی نمیتونه عبادتی رو اختراع بکنه. چرا؟ چون که دین تمام شده. الیوم اکملت لکم دینکم. دین تمام شده. یعنی چی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کار خیری که به عنوان عبادت ما باید انجام میدادیم برای ما بیان کردن. حتی تصور بکنید ما مثلا میخوایم برید، اکرمکم الله، میخوایم بریم توالت. برای توالت رفتن ما مگر دعا به ما یاد ندادن؟ بله درست. دعا یاد دادن بهمون. یعنی حکم مولود نبی از حکم توالت رفتنم یعنی بی ارزشتر بود که پیامبر هیچ چیزی در موردش نگفت و 300 سال بعد ما اومدیم این چیز رو اختراع کردیم که انه میخوایم یک چیزی به دین اضافه بکنیم. خیلی عذر میخوام از این مثال، اما آدم به خاطر اینکه یک بدعتی رو عظمتش رو درک بکنه، بعد پیامبر وقتی خوابی میکنی با همسر دعا بهت یاد داده، توالت می دعا بهت یاد داده، لباس میپوشی دعا بهت یاد داده، کفشتو میپوشی دعا بهت یاد داده، ماشینتو سوار میشی دعا بهت یاد داده. میتونست بگه که خب یا ایها الناس احتفلوا بمولودی یوم ثانی اشهر من شهر ربیع الاول فانه يحب الله ورسوله. میتونست این رو بگه. پس چرا نگفت؟ چون که همچین چیزی در اینجا 2 حکم هست. یکی این که مشابهت با کفار است که اونها میلاد مسیح رو جشن میگیرن، ما هم بیایم میلاد پیامبر رو جشن بگیریم، پس این شد تشابه. من تشبه بقوم فهو منهم. این یکی. ثانیاً هیچ دلیلی نه از پیامبر، نه از قرآن کریم، نه از صحابه، نه از تابعین، نه به تابعین وجود نداره، نه از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علیهم السلام. هیچ کدام از اینها ولادت پیامبر رو تجلیل نکردن. سوال دیگر این است که خیر دین رو ما بهتر میدانیم یا اهل بیت و صحابه؟ طبعا اهل بیت و صحابه رضی الله عنهم. خب کسی از اهل بیت و صحابه این کارو کرده؟ ولو یک روایت ضعیف؟ نه، در خیرالقرون کسی این کارو نکرده. طبعا. پس ما چرا بکنیم؟ الان بعضیا چی میگن؟ میگن که حالا ما رفتیم یک محفلی رو گرفتیم یا ما رو در مقابل امر واقع قرار دادن، مردم محفلی گرفتن، من میرم در اون محفل به جای اون اعمال زشت میرم سیرت پیامبر، حدیث پیامبر رو بیان میکنم. مجرد رفتن ما و اشتراک ما در این مجلس یعنی تایید کردن این مجلس. به طور مثال عده‌ای جمع شدن توی یک مرقصی، یک رقاصه خونه دیسکویی، دارن یک دختری رو میرقصانن، ما بگیم که والا ما میریم اونجا در این مجلس شرکت میکنیم و در ضمن این رقص و موسیقی و اینا 1-2 آیه قرآن رو میخوانیم. آیا این درست است؟ درست. نه قطعا باطل این عمل، کاملا درست. بعد این دلایلی که بعضی از علما آوردن که والا علمای معاصر منظورم هست، مانند شیخ قرضاوی رحمت الله علیه و غیره، که بریم در اونجا فضائل نبی رو بیان بکنیم، سیرت رو بیان بکنیم، از این محفل به نفع دعوت استفاده بکنیم. نه خیر، شما برید اصلا یک دوره سیرت پیامبر بگذارید. مثلا هفته سیرت نبی صلی الله علیه و سلم در افغانستان هست، در بعضی از کشورها هست، کنفرانس های سیرت بگذاریم، کتب سیرت رو به اصطلاح نشر کنیم، پخش بکنیم، احادیث پیامبر. هر روز من و شما نمیتونیم یک حدیث پیامبر رو در صفحه فیسبوک خودمون نشر بکنیم؟ میتوانیم. چرا؟ قطعا میتونیم. خب آیا این نشر سنت پیامبر بهترین تجلیل از مقام پیامبر هست یا نیست که خودش فرموده صلی الله علیه و سلم بلغوا عنی ولو آیه؟ بله درسته قطعا. من فقط همین، یعنی میخواستم ببینم که فقط با
تغییر نیت، خب آیا این عمل مباح میشه یا نه؟ فقط از همین بابت می‌خواستم، یعنی می‌خواستم چون مثلا بعضی ها میگن آقا مستحب است، چون از صوفیه همینو میگن دیگه، میگن آقا مستحب است، فلان است، بهمان است. می‌خواستم بگم نه، حالا اگر به دیده یک عمل مباح بهش نگاه کنیم مثلا این چه حکمی پیدا خواهد کرد. پس در حالت هم متوجه شدم که ناجائز هست. بله، یعنی مباح رو من و شما تعیین میکنیم یا الله و رسول؟ طبعا الله و رسول. پس چطور ما امروز بگیم که میلاد النبی مباح است در حالی که پیامبر همچین کاری نکردن؟ ثانیاً در شروع خدمت شما عرض کردم که 3 چیز در عبادت شرط است. تنها نیت که نیست، نه، اخلاص است، یعنی خاص برای الله باشد. و سومی چی بود؟ مطابق شریعت باشد، برای الله و رسول باشد و توقیفی است. مطابق الله فرموده الله و رسول باشد. اگر این شرط در یک عملی نبود به این نمیتونیم ما عبادت بگیم. بعضیا باز دلایل لایتچسبک میارن، به قول آیت الله برقی میگن که حالا مثلا این محرابم بدعت است، این نمیدونم مناره ام بدعت است، نمیدونم فلانم بدعت است. آیا این دلیل میشه که چون در جامعه یک سری اعمالی به عنوان بدعت یا غیر بدعت جا افتاده، در دین نبوده، ما ادامه بدیم بدعت‌های جدید بیاریم؟ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. چی شد پس؟ کسی که در امور دین ما چیزی رو نو بیاره این رد است، یعنی برمیگرده به خودش، جایی در شریعت نداره. صحیح میفهمید. الله فکرم. جسارتا استاد یک پرسش دیگه هم داشتم، حالا نمیدونم چقدر وقت داشته باشید. یه توضیح در مورد قاعده که شیخ الاسلام رحمت الله علیه به نام حوادث لا اول لها در حالا معمولا یعنی زیر عقیدت الطحاویه میارن، این قاعده رو میخواستم یک توضیح بدید. و قاعده چی یک بار دیگر بفرمایید؟ قاعده حوادث لا اول لها. درست. و فرقش با اون یعنی میخوام بفرمایید که این قاعده دقیق چی میگه با تحقیق خودتون، و فرقش با اون چیزی که به اصطلاح ملاحده و فلاسفه‌ای که قائل به قدم عالم هستن رو هم یک توضیح بدید که ببینیم اونها دقیقاً چی میگفتن و تفاوت کلام شیخ الاسلام رحمه الله با کلام اون ملاحده و زنادقه چی هست. اینو هم میخواستم توضیح بدید جواب. والا این مسئله شما خودش یک برنامه 2 ساعته میخواد. خب پس حالا اگر به صورت اجمالی قابل توضیح هست که بفرمایید، اگر نیست ارجاع بدید، ما مثلا وایسی، پادکستی، نمیدونم درسی، تدریسی، شرحی چیزی گوش کنیم. ببینید شیخ ناصر العقل فکر کنم این کتابش در سایت عقیده به فارسی هم ترجمه شده، شرح کتاب عقیده طحاویه رو داره، فکر کنم ترجمه شده به فارسی. در این مسئله خیلی جالب بحث کرده. اون رو اگر که بخونید یا دوستانی که دوست دارن در این مورد اطلاعات کافی به دست بیارن، خیلی جالب در اینجا در شرح عقیده طحاویه از شیخ ناصر العقل، یکی از علمای عربستان سعودی است، خیلی جالب در این مسئله القول به وجود حوادث لا اول لها، این عنوان فصل است، اینجا مفصل در موردش صحبت کرده. من نمیخوام اینجا این رو بیان بکنم، چون یک زمانی من فلسفه خوندم. شما رو با خدا این فلسفه‌ای که شما خونده باشید، شاید آیا فیلسوفی رو کتابش رو خوندید و در آخر که کتاب رو تمام کردید به یک نتیجه رسیدید؟ والا خیلی مبهمه کتاب‌های فلاسفه همین بله. فلسفه آخرش این است که هیچ جوابی به شما نمیده، شما رو در یک وادی سرگردان که هیچ چپ و راستش معلوم نیست رها میکنه. اگر خداوند ممکن الوجود باشد چه میشود؟ اگر واجب الوجود باشد چه میشود؟ نمیدونم. یعنی آخر این کتاب رو که میبینید در آخر هیچ جوابی به شما نمیده، بلکه شما رو به خاطر همین میگن که فلسفه کفر است، انسان رو به کفر میکشانه. بعضی از علما که رأیشون بر این است که نباید که انسان به دنبال فلسفه، ما قرآن رو داریم، سنت رو داریم، چه نیازی داریم به فلسفه؟ من باور بکنید با 2 حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم سردرگمی که از مطالعه کتب فلاسفه در مورد قضا و قدر برام ایجاد شده بود، با 4 حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مشکل برام حل شد. بله کاملا همینه. بله حالا من خودم اونا رو
رو که رجوع نمیکنم الحمدلله، ولی کتب شیخ الاسلام رحمه الله رو زیاد رجوع میکنم و واقعا قابل استفاده است، چون ایشون حقا نشون دادن اهل الحدیث و الاثر هستن. بله. شیخ الاسلام ابن تیمیه یکی از ویژگی های ایشان این است که با فلسفه آشنایی دارن و این آشنایی ایشان با فلسفه سبب شده که اقوال فلاسفه رو خیلی دقیق، علمی و منطقی رد بکنن. این ویژگی رو کمتر من دیدم در بین علما، خاصا کسانی که در رد فرق باطل کتب دارن. بله، خاصا کتاب درء التعارضش که نقد و رد بر فخر رازی هست واقعا بی‌نظیره. حقا مشخص میشه ایشون تسلط خیلی خاص فلسفه داشتن، قطعا همینطور رحمه الله تبارک و تعالی. الله یحفظکم، جزاکم الله خیر استاد. یکی از زیباترین گفتگوهایی بود که من با یک بیننده داشتم. الله مطالب ستون. گفتم یکی از زیباترین گفتگوهایی بود که با یک بیننده داشتم. الله مطالب ستون کنه برادر عزیز، هر جا که هستید. الله یحفظکم بزرگوار. التماس دارم. السلام علیکم. السلام علیکم. تشکر میکنم از برادر عزیز و بزرگوار. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله استاد گرامی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز تاجیک بفرمایید. استاد یه چند سوالهای کوتاه داشتم، میخواستم استاد کوتاه جواب دید برای آنکه وقتی برنامه را نگیرم دیگر برادران از انتظارند. بفرمایید برادر عزیز. استاد آیدی همون روایتی که معاویه رضی الله عنه نماز ویتر را یک رکعتی میخواندن، آیا این همیشگی یک رکعتی میخواندن یا گاه گاه؟ والا این رو دیگه نمیدانم. سبحان الله. استاد ما که مثال در غریبی هستیم بیشتر یک رکعت میخونیم و در همین خاطر یک گویم در دلم شبهه پیدا شد، برای همین خواستم از شما جوابش رو شنوم. والا طوری که من از علما خاصا در حرمین دیدم، حتی در حرمین بعضی اوقات 3 رکعت میخوانند، چون روایتی یعنی هست از پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مورد. حتی برداشتی که از همون حدیث بخاری هم هست، برداشت احناف این است که 3 رکعت با هم است و برداشت اهل حدیث این است که نه 2 رکعت بعدش 1 رکعت به تنهایی خوانده میشه. حدیث ضعیفی که از ابن مسعود استدلال میکنن احناف به او که نماز 1 رکعتی اصلا نیست، این دلیل احناف است. به خاطر این من در حرمین دیدم بعضن 3 رکعت هم خواندن، بیشتر همون 1 رکعت میخوانن، اما بعضن در رمضان ها 3 رکعت هم میخوانن و این خوب است. من یکی از علمای حنفی رو، گرچه آدم متعصبی بود اما یک حرف جالبی زد، خیلی من خوشم آمد. گفت همه این دلایل رو گفت در مورد به اصطلاح منسوخ بودن رفع الیدین و آمین به جهر اینا، گفت اما در زندگیتون یک بار هم که شده این کار رو بکنید. گفتم چطور مولوی صاحب چطور این کار رو بکنید؟ میشه که این گپ سلفی ها درست باشه، بعد اونجا پیش پیامبر برید بدون رفع الیدین بدون آمین به جهر، جوابتان چه خواهد بود؟ یک عالم منصف اینطوری باید باشه. به هر صورت چه 1 رکعت چه 3 رکعت انشالله که الله متعال قبولش بکنه. انشاءالله استاد. بارک الله فیک. استاد سوالی بعدیم، استاد درباره حدیثی که از مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت شده که درباره ذبح مثال نزد پیامبر میگن که مثال ذبحی که به بسم الله باشد خوردنش جایز نیست. بعد مادرمان میفرمایند که اگر ما از کجا میدانیم که اگر ندانیم همین ذبح به بسم الله هست یا با بسم الله ذبح شدگی همین گویم گوشت گویم قربانی، و پیامبر میگن که مثال شما بسم الله گوید. همین روایت خیلی آمدگی است. مثلا از یک طالب علمی که از مدینه تحصیل کرده بود سوال شده بود و این گونه جواب داد که این درباره شخصانی که نه مسلمان شده بودند و گویا نمیدانستند که به هنگام ذبح گویم نام الله گرفته شود. برای همه این روایت آمدگی ما باید مثال بسیاری برادران که در روسیه هستند از گوشت‌های مرغی که گویم در بالای امان اوپاکوفکش به پارتی چی میشد میگفتن که وای میشود بسم الله گفته استعمال کردن میگیرن، خوردن میگیرن، این حکمش چیست استاد؟ تکیه بر همین حدیث میکنن. بله، کسی که فراموش کرده باشه یا از جهالت
یک گوسفندی رو یا یک ذبیحه‌ای رو ذبح کرده باشه و بسم الله نگفته باشه، شیخ بن باز رایش این است که انسان مادامی که طرف فراموش کرده باشه یا که از جهل نگفته باشه، این ذبیحه جایز است خوردنش، چون که از قصد نبوده و طرف مسلمان هم هست و طبق شروط شرعی به اصطلاح ذبح شده، بسم الله بگویه بخوره. متوجه هستین؟ و برداشتشون هم از امین حدیث است. اما اگر یک کسی بسم الله هم گفت، الله اکبر هم گفت، بسم الله هم گفت، اما طبق شرعی ذبح نکرد، در اون صورت حتی گوشت حلال نیست. متوجه هستید؟ اگر اون شروط ذبح شرعی رو انجام نداده باشد. تشکر برادر عزیز. استاد یک سوال اخیران استاد. بفرمایید. استاد همین وقتش استاد عذر زیاد وقت برنامه را گرفتم. استاد مثلا همین حکم مثال شراب فروش، استحصال کننده، مثال فرمایشگر، استعمال کننده، همش استاد با در لعنت الله گرفتار هستند. همین حکم شخصانی که با گوشت همین خوک گویم سر و کار میگیرند، مثال برای دیگرها آماده میکنند در رستوران ها، حکم این هم یک خیر است به مانند شراب یا نه؟ ببینید، کسانی که مجبورن در یک رستوران کار میکنه، مثلا مجبور است، هیچ چاره‌ای ندارد، در یک رستوران کار میکنه که در اونجا مجبور است که غذاهایی رو که در داخلش گوشت خوک داره به مهمانات تقدیم بکنه. اگر مجبور است و مضطر است و اگر این کار رو نکنه از گرسنگی میمیره، در کشور خارج زندگی میکنه، در اون صورت تا وقتی که کاری که در اون این منکرات نباشه، تا پیدا کردن همچین کاری مجبوراً میتونه کار بکنه. اما اینکه انسان نه دانسته بدون مجبوریت بره در پخته کردن گوشت خوک مثلا یا گوشت های حرام کار بکنه، چیز بکنه، این یک نوع تعاون علی الاسم والعدوان است که انسان باید از اون دوری بکنه. یک قاعده کلی الله سبحانه و تعالی برای ما بیان میکنه: تعاونوا علی البر والتقوى، همکاری بکنید، کار بکنید در تقوا و پرهیزگاری، و ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، و در دشمنی و در گناه همکاری نکنید. به خاطر همین این قاعده کلی رو ما باید سرلوحه زندگی ما قرار بدیم. هر کاری که ولو کم یا زیاد در او گناهی هست، حرامی هست، شبهه‌ای هست، از او دوری بکنیم. جزاکم الله خیر استاد. زنده باشید. سلامت باشید. دیگر انشاءالله انتظار هستم تا برنامه آینده استاد. الله متعال سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این برادر عزیز. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه زنده شما می اهتدال تیوی؟ برنامه زنده است، بفرمایید. چه داره؟ سلام هر زدم دارم خدمت شما استاد گرامی. سلامت باشید. من یک سوال داشتم استاد باره زکات. بله. خب سوال می قسمی است استاد که به طور مثال باید 200 میلیون تومان قرضدار هستم و 100 میلیون تومان نقد پیش خود دارم به خاطر مجبوریت، چون به کشور خارج زندگی میکنم، اینجا اگر دفتران کدام ضرورت پیدا شد پیسه نقد داشته نمی داشته باشه. و آیا از این 100 میلیون تومانی که من دارم آیا از این زکات میشه یا نه؟ بله، وقتی که حول بر او بگرده میشه. مثلا شما پولی رو به خاطر احتیاجات خانواده خودتان، برای احتیاجات خودتان در خانه ذخیره کردید، در خانه ذخیره کردید و 1 سال بر او گذشته، قرضدار هستید، اون مسئله جداست. اگر قرضدار شما پول خودش رو طلب میکنه، شما پولش رو بهش پس میدین، اما قرضدار شما میگه نه، شما مختار هستید، هر وقت که پول داشتی به من بده. این 100,000 رو یا 100 میلیون رو شما در خانه ذخیره کردید برای روز مبادای خودتان به خاطر مشکلاتتون. از این باید شما زکاتش رو بدهید. یک سوال دیگه هم استاد، خیلی معذرت میخوام که وقت برنامه شما گرفتم. اول خب باید میگفتم که من شما قلبا تشکر میکنم به خاطر براه انداختن همچون برنامه، به خاطر اصلاح مؤمنین، کسایی که خصوصا دسترسی ندارن به حال ما، با من شما قلبا تشکر میکنم. خداوند شما و اهل بیت شما در حفظ
و همان خود نگاه بکنه. زنده باشید. و شما سوال دیگه استاد گرامی هست که وظیفه ما دریوری محمودا به کشورهای خارج با آیوی بسیار مشکل استاد شدن و استاد هم شدن نمیتونن، به خصوص بند از طرف سیم و خاردار از جنگل است نمیگذاریم برید. آیا نماز فرض داخل موتر به اشاره خوانده میشه و اگر خوانده میشه اگر سنت نخوانیم رو مخصوص حساب نمیشه؟ بله برادر عزیز بزرگوار، رأی علمای احناف، اجماع علمای احناف بر این است که نماز فرض باید با تمام ارکانش، یعنی خاصتا با سجده کردن ادا شود. بعضی از علمای حنابله به اصطلاح حنبلی ها در عربستان سعودی و کشورهای خلیج فتوا دادن که نمازهای فرض می شود داخل ماشین یا داخل هواپیما خواند. اما به نظر من رأی علمای احناف در اینجا قوی تر است که انسان باید نماز فرض را، چون الله متعال برای ما یک آسانی قرار داده. ببینید مثلا گفته که در سفر که بودید شما نمازتان را جمع و قصر بکنید، یعنی نماز ظهر را 2 رکعت، نماز عصر را 2 رکعت، هر دوش با هم می توانید بخوانید. الان مثلا شما جای سفر می کنید، نماز ظهر ساعت 12:30 اذان میده، نماز عصر ساعت 5:30 یا 4:30 اذان میده. شما حدود 5 ساعت 4:30 ساعت وقت دارید. در این 5 ساعت 4:30 ساعت هر جایی که شما فرصتش رو پیدا کردید، پمپ بنزینی است یا به اصطلاح ما افغانا تانگ تیل است یا جای استراحتی است یا هر جایی که هست، می توانید متوقف بکنید و نمازتان را بخوانید. یا تقدیم میخوانید در وقت نماز ظهر، نماز عصر را میخوانید با نماز ظهر، یا تأخیر میکنید در وقت نماز عصر اول ظهر را میخوانید بعد عصر را میخوانید. هر دوش صحیح. بسیار زیاد، یک دریا ممنون استاد گرامی. خداوند حتی نماز مغرب و عشا را هم با هم میتوانید بخوانید. نماز مغرب رو در وقتش می توانید فرصت پیدا کردید با نماز عشا، فرصت پیدا نکردید تا ساعت تقریبا 11 شب، حالا بر اساس وضعیت جغرافیایی افغانستان و خاورمیانه من اینو به شما می، یعنی تا ساعت 11 شب شما می توانید که نماز مغرب و عشا را با هم در سفر جمع و قصر بخوانید. تشکر استاد گرامی. زنده باشید. الله متعال شما نصر کنه. خدا نگهدار شما. تشکر میکنم از این برادر عزیز و بزرگوار. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما استاد انصاری؟ بله بفرمایید. من یکی از مخلصای چندین ساله پیش شمایم. الله متعال احسان کنه. من میسر شد با شما صحبت کنم. یکی آرزوهای من سلامت باشید. گپ راستش من مهاجرم. من با شما هم گفتنیم که ما شما را از برای خدا دوست می‌داریم. الله متعال شما را دوست بدارد. ای آدمایی که چندین سال قدشون کلان شدم، نه که از شما را برای برنامه‌تان تماشا بکنم. ایوه در بسیارتر شما را دوست می‌دارم. هم گفتن که در حق من، در حق مادرم، در حق پدرم، در حق فرزندانم نه دعایی نکنم. چندین سال باور کن در همین قلبم هست که من از نیاز با استاد انصاری صحبت کنم. الله متعال ارثتان بکند برادر عزیز. الله متعال شما را دوست بدارد و از جزء مقربین درگاهش بگرداند، با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین شما را محشور بکند. الله متعال شما و خانواده گرامی و پدر و مادرتان را حفظ بکند و سعادت دنیا و آخرت نصیبتان نماید. شما و همه بینندگان عزیز من. رحمت محمد انصاری، خدای من شاهده، من شما را به نهایت دوست می‌دارم. این وایش نیست، خاص از برای الله. سلامت باشید. این مقصد سلامت باشید برادر. بسیار گپ دارم در هیجانم، با شاید دو دیگر صحبت کنم در شما. سوالاتان دارم محمد. سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز. الله متعال شما را حفظ کند. رحمت. تشکر از این برادر عزیز تاجیک ما. بیننده گرامی از روسیه. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر ما یک دو سوال داشتم. ای مشکل
بفرمایید. اون را خواستم بفهمم مسئله نمیدونم شما سخن روسیه مسئله یعنی چی میگیرن ماشین میخرن آدما میتین رنگی ویکو بوری من نمیدونم چه پیرات کنم شما در مقصد همی در شریعت اجازت هست نیست. چطور میکنن؟ شما میتونید که توضیح بدهید که چطور این خرید و فروش صورت میگیرد؟ مقصد انسان هایی هستن که پول دارن ماشین میخرن ماشین برای کسو میتین بعد مهلت 1 سال 2 سال همین ماشین کمتر پول میمونن مثل چند قدر پول مونه میتیه او آدمی که میگیره چی میکنه بعد چنی مهلت 1 سال باید 2 سال اما پول میتیه مقصد همین شریعت اجازت میتیه. الان در مثلا شما یک ماشینی را میخرید مثلا 100,000 روبل به من میفروشید 150,000 روبل اما پولش را به شکل تقسیط یا ماهانه به مدت 1 سال از من میگیرید، درست است؟ بله. آیا ماشین را که برای من فروختید ماشین به نام من میشود یا نه هنوز به نام شماست تا که قسطاش تمام بشود؟ راستی گب انمی شم نمیدونی بعضی حجت هایش که میمونه که به نام مثال همون آدمی که فروشنده میموند برای چی که مقصد در این مهلت یکی که اگر انسانی که میخرد یگون وضعیت شود مقصد پولش رو نگردوند تاند که ماشینش رو گیرد. بله الان من برای شما در این مورد توضیح میدم برادر عزیز. تشکر بسیار زیاد. سلامت باشین حضور رحمت دعاگو باشین در الله مطالبستان کند. سلامت باشید. ببینید اصل در خرید و فروش این است که انسان چیزی رو که میفروشد باید مالکش باشد. یعنی چی؟ بعضی چی کار میکنن؟ ماشین هست مثلا در شوروم شرکت فلان، من صاحب پول هستم، مثلا جناب کارگردان ما خریدار میآید به من میگه که اون ماشینی که در شوروم مثلا فلان شرکت هست این ماشین رو من میخوام بخرم. میگم خوب است من این ماشین رو به تو فروختم، قیمت ماشین از 100 من به این میفروشم 150 پولش رو بعد از 1 سال به من بده. این خرید و فروش جایز نیست. این حتی بعضی از بانک ها این کارو میکنن. شما میرید به بانک میگید که مثلا من فلان مدل فلان ماشین فلان شرکت رو میخواهم. بانک میگوید خب یک دوسیه برای شما باز میکند، میگه که این ماشین رو ما به شما به مبلغ مثلا 100,000 دلار میفروشیم، پولش رو به مدت 3 سال شما ماهانه میدهید. بانک صاحب اون ماشین نیست. ماشین در شوروم شرکت است یا در نمایشگاه شرکت است یا در پارکینگ شرکت است. این نوع خرید و فروشی که بانک ها می کنند جایز نیست. بعضی از شرکت ها چیکار میکنن؟ ماشین رو میگیرن، ماشین مالک ماشین هستن اما به شما میفروشن، وعده میکنن، وعده فروش. به شکل چی به شما میدن؟ به شکل کرایه به شما میدن. مثلا میگن که شما 20,000 دلار پیشکی میدهید، بعد ماهانه این ماشین پیش شما به عنوان کرا ماهی 1,000 دلار میباشد. بعد از 1 سال که قسط های ماشین تمام شد شما 20,000 دلار دیگر میدهید، ماشین رو به اسم شما میکنن. این رو در عربی ایجار منتهی به تملیک میگن، یعنی اجاره ای که منتهی به مالک شدن ماشین. این رو هم اکثر علما جایز نمیدانن، چون در اینجا 2 فروش در یک معامله است. یعنی یکی معامله اجاره دادن است و یکی معامله فروش است، وعده فروش است. این یک نوع حیله است. این رو اکثر علما جایز نمیدانن، میگوین اینم یک نوع ربا هست و حرام هست. طریقه شرعی است که چه کسی که شخصی میخواد یک ماشین رو به این شکل بفروشد، چه شرکت یا بانکی که میخواد یک ماشین رو به این شکل بفروشد، اولا باید مالک ماشین باشد. یعنی چی؟ این ماشین رو خریده است به مبلغ 100,000، به شما میفروشد 150,000، ماشین رو به نام شما میکند رسما فروش. یعنی نشود که در عقد در یک قرارداد جا
یکی گفته باشد که در آینده به اسم شما خواهیم کرد، ماشین رو به شما خواهیم داد رسما، فعلا شما این رو به عنوان اجاره به اصطلاح ماهانه پول میدهید. اگر 1 ماه پولش رو ندادید ماشین رو ما از شما پس میگیریم. این جایز نیست. ماشین رو به نام شما میکنن، میفروشن، تمام. یا اینکه یک قرارداد رسمی با شما انجام میدن که ماشین رو به شما میفروشن، میرن در نوتر مثلا یا در کاتب العدل که به عربی میگن، یا در محکمه یا در ارگانهای رسمی دولتی، در اونجا یک قرارداد فروش به اسم شما میزنن، امضا میکنید در دو طرف، خرید و فروش شرعی صورت میگیره، پول طرف رو آنچه که پیشکی است مقدمتا بهش میدید و آنچه که قسط هست ماهانه به طرف میپردازید. حالا این پول اضافه‌ای که اینجا این میگیره، سود میگیره از شما، آیا این سود است، ربا هست یا نه خرید و فروش است؟ این خرید و فروش است، هیچ اشکالی نداره. اگر شما راضی شدید به این که 100% سود بدهید، 50% سود بدهید، 25% سود بدهید به طرف، سود ربا نه، سود شرعی خرید و فروش. من این لیوان رو خریدم مثلا 10 میفروشم 15، شما هم راضی هستید. شاید در بازار $11 میفروشن، $12 میفروشن، اما شما راضی هستید که اینو به $15 بخرید اما پولش رو در 15 ماه بدید. هیچ اشکالی ندارد، به شرطی که خرید و فروش طبق شروط شرعی اولا طرف مالک باشد، ثانیاً بفروشه به طرف، در یک قرارداد فقط فروش باشد. اما اگر که طرف ماشین رو هم به نام شما نمی کند، بعد از اون میگه که مثلا اگر تو تا 1 سال پولش را ندادی من 20% اضافه از تو پول میگیرم، این سود است، حرام است. یا اینکه در مقابل این فروش شما میکند شو کلا به شما تحویل میداد اما از شما رهن طلب میکند. رهن چه معنی؟ میگه که ایپوتیک روی خانه شما میگذارد یا مغازه شما یا یک وسیله گرانبهای دیگری که دارید، مثل رهن بر او میگذارن که شما نمیتوانید در او تصرف بکنید تا وقتی که پول این طرف رو میدهید. این هم جایز است، هیچ مشکلی ندارد از نگاه شرعی، هیچ مشکلی در این دیده نمیشود. این روش هایی است. اما اگر که طرف آمد و گفت که من ماشین رو به نام شما میکنم، قراردادش انجام میدم، این اوراق رسمی ماشین رو به نام شما نمی کنیم تا وقتی که شما چیکار بکنید؟ پول من رو تماما کامل بدهید. در این صورت هم اشکالی ندارد، مادامی که قرارداد شده و تصدیق شده در یک ارگان رسمی دولتی، هر دو طرف امضا کردن، خرید و فروش صورت گرفته. این که اوراق رو به اسم شما نمیکنه به خاطر اینکه شاید شما فرار نکنید، شاید پولش رو ندید، این بازم اشکالی نداره، از نگاه شرعی جایز است. امیدوار هستم که من توضیح بیشتر دادم، چون این خرید و فروش های این شکلی امروز خیلی زیاد است، در مورد ماشین، در مورد خانه، در مورد وسایل خونه مثلا، و اینها خیلی باید درش دقت صورت بگیره که خدای نکرده انسان وارد حرام نشه، وارد سود نشه، وارد به اصطلاح ربا نشود. در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بنده هست ژولیده، دست دعا بالا میکنه، عذر و نیاز میکنه، عبادتش را انجام داده، خیلی هم وضعش خراب، فانا یستجاب له، چطور اجابت بکنه الله دعایش رو؟ صحابه تعجب کردن، یعنی این انسان ژولیده و دست دعا و عذر و زاری و همینا، خداوند چطور دعایش رو قبول نمیکنه یا رسول الله؟ غذاش حرام، لباسی که میپوشه حرام، مرکبی که سوار میشه حرام، خونه‌ای که در اون زندگی میکنه حرام. سبحان الله، که انه رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن آل روز ما رو، مسلمان‌ها رو در این دنیا دیدن. لباس میخره به قسط از طریق کردیت، ماسترکارد، ویزا، از طریق بانک. میخره ربا از طریق بانک. مسکنش حرام، ملبسو حرام، مأکلو حرام. همه اینها الان حرام شده و انسان ها عمدن دارن این کارو میکنه. ماشین خریده به حرام، تصادف میکنه در به در میشه، بعدش هم میرن بیمه میکنن، این دیگه جرم بدتر از گناه. همه اینها رو که انسان میبینه تقریبا میشه گفت که همه زندگی رو حرام در بر گرفته متاسفانه بعضی از مسلمان ها رو. بعد میگن که چرا فرزندان ما فرزندان صالح نیستن،
چرا دعای ما رو خدا قبول نمیکنه؟ چرا ما اینقدر بدبختیم؟ چرا این همه مشکلات داریم؟ دعای کسی قبول میشه که لقمه‌ای که میخوره حلال باشه، لباسی که میپوشه حلال باشه، اون جای نمازی که روش وایستاده نماز خوانده اگر از حرام باشه فانا یستجاب له، از کجا برای اون الله سبحانه و تعالی اجابت بکنه دعاش رو؟ ماشینی که سوار میشه حرام، خونه‌ای که در اون زندگی میکنه حرام، چطور الله متعال دعاش رو قبول بکنه؟ این رو خیلی باید دقت کرد. بیننده گرامی نجیب برادر بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. نجیب جان بفرمایید. خوب از این استاد محترم بخیر هستین؟ سلامت باشید. من بعضی از بینندگان چون از طریق واتساپ تماس میگیرن اسمشان رو میبینم، به خاطر همین با اسم صدا میکنم. بفرمایید برادر عزیز. سلامت باشین استاد محترم. یک سوال داشتیم. در کتاب ابن ابی عاص حدیث آمد از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که گفته انت خلیفتی من بعدی، خودت خلیفه هستی بعد از من فی کل مؤمنین. همه تو در این باره گفتیم یک کمی روشنی بیاندازیم. بله، من در یک از برنامه در این مورد روشنی انداخته بودم که رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت علی رضی الله تعالی عنه را وقتی که به جنگ تبوک می رفتند به عنوان خلیفه و جانشین خودشان در مدینه تعیین کردند. وقتی که لشکر از مدینه خارج شد، حضرت علی سلاحش رو برداشت پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، گفت یا رسول الله، در مدینه گشتم، غیر از انسانهای مریض، پیر و کودکان کسی دیگری را ندیدم. خجالت کشیدم. من علی ابن ابی طالب، شیر خدا، جنگجوی میدان، من در با زن و بچهای به اصطلاح عاجز بیمار در مدینه بشینم؟ من میخوام با شما به جهاد بیام. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر دلجویی از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به ایشان فرمودن که تو که در مدینه من تو را تعیین کردم به خاطر جایگاه بزرگ تو است. انت منی به منزلت هارون من موسی، تو به خاطر دلجویی حضرت علی. چون که مثلا شما تصور کنین همه مردای خانه برن به جهاد، شما رو بگن نجیب جان تو پیش زنا و کودکا در خانه بشی، زورتان نمیده؟ چرا من خب حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به سیدنا علی رضی الله عنه فرمودن که ببین علی، تو به خاطر جایگاه بزرگی که در پیش من داری، من تو رو خلیفه فقط در همون مدتی که در مدینه به عنوان جانشین پیامبر، خلیفه پیامبر بر هر مرد و زن مؤمن حضرت علی تعیین شدن به عنوان خلیفه. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند، این جانشینی از ایشان گرفته شد. مثل این میماند مثلا پدر شما، پدر بزرگوار شما میره سفر حج، میگه نجیب جان خانه و زندگی را به تو سپردم، تو جانشین من هستی در خانه و زندگی. در مدتی که پدرتان در سفر هست شما حیثیت پدرتان را دارید در خانه، درست است یا نه؟ بله. اما که پدرتان از سفر حج برگشت، بازم شما گفته میتونید که پدر من هنوزم حق دارم در اینجا تصرف بکنم، خانه تا بفروشم، فلان بکنم؟ میگه نه بچه‌م، خلاص وظیفه تو تمام شد، فعلا من خودم آمدم، من زنده هستم. درست است؟ بله هم دقیقا. سوال دیگری هم داری نجیب جان؟ تشکر استاد محترم. امروز من یک ویدیو را دیدم، یکی از اهل تشیع همی سنچی کرد دیگه، این را دلیل گرفت برای چی؟ من به یکی دوستای دیگه هم شریک ساختم، گفتم این چطور باشه دیگه، برای خودتان در واتساپ پیام دادم، متاسفانه تا هنوز جواب ندادین که الحمدلله این بار تماس برقرار شد مستقیم. الله اجرتان نصیب کنه ان شاء الله. یک چیزی رو برادر عزیز همیشه دقت بکنید، شبهاتی رو که اینها مطرح میکنن، اینها یک متنی را میارن که مرتبط با یک زمان و مکان و موضوع خاصی است، بعد از او یک استدلال دیگر میکنند که اصلا به اصل قضیه ربطی ندارد. متوجه شدید؟ بله. زنده باشید برادر عزیز. خیر، الله اجرتان محترم. سلامت باشید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنم از این برادر عزیز و بزرگوار. آخرین تماس را میگیریم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
سوره کدام سوره رو؟ سوره تور آیه 24 استعوذ بالله و یطوف علیهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. بله. چون که یک نفر در فیسبوک همیشه چهار صحابه استعوذ بالله و کویا لباطات اعوذ بالله میکنند با همین خاطر. چشم، در این مورد صحبت میکنیم انشالله. یک برنامه سوپن از لطفا دوسته داشته که با هم فرمانه مستقیم الله خیلی چست. جزاک الله خیرم. زنده باشید. سلام. ببینید بعضی از انسان ها مریضن. خب مثلا یک نفر مبتلا شده است به زکام، سرماخوردگی. شما به او بگید که یک شاخه گل روز یا گل محمدی رو ببرید بهش بدید، بگید ببین چه بویی داره، اون چی میگه؟ اصلا بویی نداره. الان مشکل در کجاست؟ مشکل در گل است یا در دماغ این رفیق؟ طبعا مشکل در دماغ او است. گل بو داره اما این بو رو احساس نمیکنه. بعضی اوقات انقدر دماغش وضعش خراب است که دماغش گندیده است، یعنی پر از کثافات است دماغش. شاید این گل رو بو بکنه بگه که اصلا بوی بد میده. بازم تقصیر گل نیست، تقصیر این است که دماغش گندیده است. این جماعت از بس که در دوران کودکی یا جوانی در محیطی که زندگی میکردن با همچین مسائلی آغشته بودن، به خاطر همین هر چیزی رو فکر میکنن که به اصطلاح هر سیبیلویی رو فکر میکنن که پدر بزرگشان هست. این شبهات ها کسانی مطرح میکنن که اصلا مریضن، گرفتارن، در همین مسائل جنسی و لواط و این چیزها غرقن. بعد هر جا اگر گپ از پسری شد یا از مردی شد فکر میکنن که همون کسی است که همراه اینها همان عمل زشت را انجام داده است. در اینجا وقتی که الله متعال اینو ذکر میکنه، همه مفسرین بلا استثناء اینجا ذکر کردن که اینها عبارت هستن خدمتکارانی که ما امروز مثلا در یک رستوران میریم، تا حالا دیدید یک گارسون بدقیافه‌ای رو کسی انتخاب کرده باشه در رستوران؟ همیشه سعی میکنن چه مرد چه زن انسان‌های خوش‌چهره‌ای رو انتخاب بکنن. اینها کسایی هستن که نوشیدنی میارن، غذا میارن، خدمت میکنن، خدمتگزاران اهل جنت هستن. و بنا بعضی از روایات اینها از ملائکه هستن، یعنی به صورت جوانهایی هستن اما اینها ملائکه هستن و انسان نیستن. اما کسی که دلش مریض باشه، قلبش بیمار باشه، چنانچه که در قرآن کریم می‌فرماید که اولئک کالانعام بل هم اضل، آنها مانند چارپایان هستند بلکه گمراهتر هستند. یا می‌فرماید صم بکم عمی فهم لا یرجعون، کر هستند، کور هستند، گنگ هستند، بصیرت ندارن، نمیفهمن، بر نمیگردن. بعضی انسان ها اینطوری هستن برادر عزیز بزرگ و اینها رو بگذارید، طول تاریخ این حرفا رو زدن امثال اینها. و اینها کسایی هستن که هر چیزی رو از همون عینک به اصطلاح کثیف و زشت خودشان میبینن. من دیروز یک مطلبی رو یکی از علما نوشته بود، خیلی جالب بود. میگه اگر با پلیس و با قاضی و با اینها بشینی فکر میکنی که همه جامعه دزدند، آدم کشند، زناکارند، جنایتکارند. چون این طبقه بیشتر با همین تیپ مردم سر و کار دارن. تو مجالسشان که بشینی همش داستان از این است که والا دزد و فلان جا گرفتیم، این کار شد و نمیدونم فلانی رو اینجا. میگه اگر با دکترا بنشینی فکر میکنی همه جامعه مریضن، بیمارن. چون والا یک بیماری اومد بعدش اینطوری بود، بیمار دیگه مرد، فلان بیمار اینطوری ویروس داشت، این بیمار فلان جاش اینطوری بود. پس هر طبقه مردم، اگر میگه مثلا جای میگه با سیاستمدارا اگر بشینی فکر میکنی که خلاص دنیا دیگه داره به طرف فلاکت و بدبختی و جنگ و کودتا پیش میره، چون که اینها همش از این توطئه و دسایس سیاسی و پشت پرده چی میگذرد و خلف الکوالیس چه از اینا صحبت میکنن. میگفت پیش اقتصاددان ها اگر بشینی فکر میکنی که فردا همه اقتصاد دنیا به هم میریزه و دنیا اقتصادش تباه میشه. ببینید با هر تیپ انسان ها که بشینید
اونها همون جوی که خودشان درش زندگی میکنن رو برای شما نشون میدن و بازگو میکنن و این جماعت هم دیگه گناهشون گردن خودشون. یک مطلبی رو از من یکی از دوستان برام ازم خواسته بود در موردش صحبت بکنم و هفته ها گذشت و من هر هفته این یادداشت رو می‌آوردم. عذرخواهی میکنم از همه عزیزانی که پشت خط هستن. این یک تماسی رو هم میگیریم و بعد از اون انشالله. خب این تماس قطع شد. من بیننده پرسیدن در مورد این که آیا انسان اگر که بهش ظلم بشه در هر صورت باید کسی که بر انسان ظلم کرده رو باید ببخشه و اینکه ظالم رو انسان میتونه ببخشه یا نه، در مقابل ظلمش باید ایستادگی بکنه. من این رو از قرآن کریم خدمت شما عزیزان جواب میدم که در مقابل کسی که به انسان ظلم میکنه، توهین میکنه، چی کار باید کرد؟ آیا او رو باید بخشید، کلن رهاش کرد یا نه؟ در مقابلش باید ایستاد، در مقابل ظلم و ستم او باید ایستاد، در مقابل توهین و اهانتش باید ایستاد. الله سبحانه و تعالی در سوره شورا آیه 40 میفرماید که و جزاء السیئة سیئة مثلها، جزای عمل بدی که به شما انجام میدهد این است که با او مقابله به مثل شود، با همان عملی که به وسیله اون ظلم کرده با شما. اگر پولی از شما گرفته، با همون زور و به اصطلاح قدرت خودتون ولو با خشونت اون پولی رو که از شما گرفته ازش بگیرید، همونطوری که رفتار کرد باش رفتار بکنید. شاید بعضیا بگن که خب در اینجا پس گذشت چی شد؟ صبر چی شد؟ اینا چی میشه؟ الله سبحانه و تعالی وقتی که به ما میگه که فمن عفا و اصلح، کسی که بخشید و اصلاح آورد. اصلاح آوردن این نیست که من در مقابل ظلم سکوت کنم، طرف آمد مثلا 100,000 من رو گرفت به زور، با ظلم، با ستم، من در مقابل او بگم که خب خیر است، اشکال ندارد، این پول مال تو باشه، من دیگه به تو کاری ندارم. این فمن عفا و اصلح نشد. کسی که بخشید و اصلاح آورد یعنی چی؟ طرف رو اگر این عفو و بخشش شما سبب اصلاح او بگردد، این عفو و بخشش شما سبب شود که او از ظلم و ستم خود دست بردارد، در آن صورت این عفو و بخشش شما جایز است. نه اینکه کسی به تو ظلم کرد، حقت رو خورد، تم بگو خب خلاص من صبر میکنم، تو رو به خیر منو به سلامت. سبب میشه که این انسان بره فردا یک انسان مظلوم دیگری مثل تو رو هم حقش رو بخوره، بعد اونم مثل شما بگه خلاص بخشیدمش، عفوش کردم، بگذره، بعد بره حق. پس جامعه میشه پر از انسانهای ظالم، چون طمع انسان، جشع انسان، ظلم انسان نقطه پایانی ندارد و این ادامه پیدا میکند. ما در مقابل کسی که به ما ظلم کرد، اگر عفو و گذشت و بخشش و صبر ما سبب اصلاح او می شود، باید این کار رو انجام بدهیم. اگر سبب اصلاح او نمی شود بلکه سبب طغیان او می شود، این صبر ما، این گذشت ما، این عفو ما معنایی نخواهد داشت. کسی اگر به شما توهین کرد، شما در مقابلش جواب ندادید، ندید، اون دفعه دیگر با جسارت بیشتر این عمل را انجام میداد، در مقابل افراد دیگر هم انجام میداد. پس فمن عفا و اصلح، عفو کرد که منتهی به اصلاح شود. طرف ظلم کرده، 100,000 پولش رو گرفته، طرف میاد با زور از طریق دولت، از طریق پلیس یا زور خودش
پولشو پس میگیره. الان طرف گناه کرده، نه؟ غصب کرده، زورگیری کرده، دزدی کرده، ظلم کرده، این باید محاکمه بشه. اما طرف چی است؟ اگر که ما او را ببخشیم سبب میشه که توبه بکنه، دفعه دیگه این کار را انجام نده. اگر نبخشیم میره زندان، 10 سال 15 سال زندان میمانه، بعد ازم که از زندان آزاد شد یک انسان شرور دیگری میشه. اگر این عفو و گذشت و صبر و بخشش ما سبب اصلاحش میشه، توبه میکنه که دفعه دیگه این کار رو نکنه، بله اینجاست که ما اجر و پاداش میبریم. پس فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. اگر کسی بر شما تعدی میکند، از حد میگذرد، حق شما را ضایع میکند، حق شما را پایمال میکند، نه اینکه شما برید حقش را پایمال بکنید، بر او ظلم بکنید، بر او ستم بکنید، نه، شما میتوانید به همون شکلی که اون به شما حقتان را گرفته، شما به همون زور و قدرت و طاقتتون برید، یا از طریق دولت، یا از طریق قانون، یا از طریق زور و بازوی خودتون حقتان را از پیش طرف بگیرید. چون این سکوت در مقابل این گونه اعمال سبب این می شود که در جامعه زورگیری، ظلم، ستم گسترش پیدا بکند. پس در گذشت ما، در صبر ما، در عفو ما اگر اصلاح باشد جایز است. اگر اصلاح نباشد و سبب فساد بیشتر شود، بلکه این عفو و بخشش و گذشت ما گناه هم دارد، ثوابی هم نخواهد داشت. به همین خاطر در مقابل انسان‌های ظالم، طغیانگر، انسان باید بایستد، حق خود را بگیرد، ولو اینکه ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید من مات دون ماله فهو شهید. کسی که به خاطر مالش کشته میشه شهید است. من مات دون عرضه فهو شهید، یا من قتل دون عرضه فهو شهید. کسی که به خاطر ناموسش کشته میشه شهید است. بعد طرف بیاد مثلا به زن طرف دست درازی بکنه، بعد بگه حالا خیر است، جوانی است دیگه، ببخشیمش. نه خیر، چنان بزنش که دیگه بلند نشه تا کسی دیگه در جامعه جرأت نکنه که به ناموس کسی چپ نگاه بکنه. امیدوار هستم که الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما عزیزان و بزرگواران توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نصیب بکند. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. نداء الحق صوت قد شجاني